با وجود آنکه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک برنامه تلویزیونی شب گذشته نام متهم به قتل مرجانه شیرخانووا ساکن شهر ترسنزاده را اعلان کرد، ولی هنوز هم سوالهای زیادی در رابطه با این قضیه وجود دارد و حالا چنانکه که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امروز بر رادیو آزادی خبر داد، از طرف مفتشان دادستانی ناحیه رودکی جزئیات این کشتار مورد تحقیق قرار دارد و تنها بعد انجام آن می شود در رابطه با قتل مرجانه شیرخانووا گزارش بیشتر ارائه کرد. وزارت امور داخلی تاجیکستان شام 29 نوامبر نام متهم در قتل مرجانه شیرخانووا ساکن 20 ساله شهر ترسنزاده را اعلان کرد. مقامات وزارت با پخش یک نوار ویدیویی گفتند این نفر ابراهیم مومینوف ساکن 29 ساله ناحیه واسع ولایت ختلان است که فعلا در بازداشت قرار دارد. جسد مرجانه شیرخانووا ساکن شهر ترسنزاده روز 21 نوامبر از داخل یک ماشین بتون شوری در نزدیکی بازار بلخ ناحیه رودکی پیدا شد. ابراهیم مومینوف جوانی که در قتل مرجانه گمانبر است شام 29 نوامبر در نوار بازپرسی مقامات تصدیق کرد که در داخل ماشین شخصیش تمغه ناب بتون شوری به مرجانه 190 دانه داروی دیمدرال را با آب آمیخته کرده مجبوری آب این ظرف را به وی نوشانده است. مومینوف گفت که حادثه روز 14 نوامبر رخ داد. در پاسخ به سوال آنکه کی فهمید مرجانه مرده است گفت بیهوش بود و دیدم که نمی جنبد، در ماشین را محکم کرده رفتم. در این نوار ویدئویی از این بیشتر جزئیات داده نشد. از این پیشتر وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 25 نوامبر رسما از بازداشت گمانبر در کشتار مرجانه شیرخانووا خبر داده، اما آن زمان نام و نسب جوان گمانبر را اعلان نکرد. مرجانه دانشجوی سال سوم کالج تکنیکی و تکنولوژی تشکیلات مددگار مدافع تاجیکستان بود. مادرش شیرینگل مالیکووا گفت بار آخر مرجانه را روز 13 نوامبر دیده بودند. آل زنده مرده دختر من یافته در تلفن میکنه سنی هم کورسش معلمش میگه که دکمیتاش بیاره او را خارج کنیم. شیرینگل مالیکووا گفت دخترش همان روز با خرسندی از خانه برآمده برای گرفتن جایزه‌ای که از یک سبقت تیرپرانی به دست آورده بود به کالج رفت. مرجانه یکی از 5 دختر خانواده بود. میرزا نبی خالقزاد، شادمانی تیم رادیو آزادی دوشنبه.